سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال فوتبال فلاش. امروز یه ویدیوی متفاوت و جذاب داریم که مطمئنم خوشتون میاد. پس بزن بریم سراغ ویدیو. این بازیکن فقط سریع نیست، یه کابوس برای هر مدافعی که جلوش وایسته. اون یه بازیکن فوق العاده است. کیلیان امباپه یکی از ترسناکترین بازیکن‌های دنیای فوتباله، ولی سوال اینه چرا هیچکس نمیتونه جلوشو بگیره؟ دلیل اولین دلیل سرعتشه. امباپه در کمتر از چند ثانیه فاصله ها رو نابود میکنه. او از مدافعان عبور نمی کند، از آنها رد می شود مثل باد. این سرعت انسانی نیست. وقتی او استارت میزند بازی تمام می شود. هیچ مدافعی به او نمی رسد، هیچ کس. دلیل دوم فقط سرعت نیست، مغزش هم سریعتر از بقیه کار میکنه. قبل از اینکه مدافع فکر کنه امباپه حرکتشو زده. تصمیم گیری در 1 ثانیه. او قبل از اینکه توپ بهش برسه تصمیمش رو گرفته. دریبل بزنه، پاس بده یا مستقیم بره سمت دروازه، همه اینها در کمتر از 1 ثانیه. هوش در موقعیت های سخت. وقتی فضا بسته میشه خیلی ها گیج میشن، اما امباپه تازه اونجا خطرناکتر میشه، چون سریع ترین تصمیم ها را در شلوغ ترین لحظه ها میگیره. ترکیب مغز و سرعت. ترسناکترین چیز اینه که او فقط سریع نیست، بلکه میدونه کی سریع باشه. این ترکیب مغز و سرعت دفاع رو نابود میکنه. هوش او از سرعتش خطرناکتر است. دلیل سوم ترس مدافع ها. خیلی از مدافع ها قبل از برخورد باهاش اشتباه میکنن، چون از قبل میدونن شکست میخورن. وقتی امباپه روبروی مدافع قرار میگیره دیگه فقط یک دوئل نیست، یک کابوسه. مدافع نگاه میکنه، یک لحظه مکس و میدونه اشتباه یعنی نابودی. هیچ مدافعی دوست نداره 1 به 1 مقابل امباپه قرار بگیره، چون اونجا جاییه که شکست شروع میشه. تو میدونی قراره رد بشه، اما نمیدونی از کدوم سمت. تو فقط میبینی که میاد، اما دیگه دیر شده برای واکنش. بدترین قسمت برای مدافع قبل از حرکت امباپه است. او لحظه ای که نمیدونی دریبل میزنه یا مستقیم حمله میکنه، این انتظار از خود دریبل هم ترسناکتره. انفجاری. این فقط یه بازیکن نیست، یه لحظه اشتباه یعنی گل. او وارد محوطه میشه، سرعتش بیشتر میشه، مدافع ها جا میمونن، هیچ کس بهش نمیرسه. این دیگر یک حمله معمولی نیست، این یک موج نابود کننده است. او فقط گل نمیزند، او ضربه نهایی را وارد میکند. هر موقعیت برای او یعنی یک فرصت مرگبار. آرامش در لحظه گل ها. نکته ترسناک اینجاست، او در لحظه گلزنی کاملا آرامه، انگار نه انگار که فشار وجود داره. او فقط میآید و گل میزند. این سرعت و اینم پایان. به نظر تو آیا کسی میتونه امباپه را متوقف کنه یا این فقط شروع یه افسانه جدیده؟ حتما کامنت کن. اگر از اینجور ویدیو خوشت میاد ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کن.